خب بچه‌ها سر کلاس حرف نزن. امتحاناتتون رو ترسیع کردم. من چرا هنوز دارم صداتون رو میشنوم؟ چون گوش دارین آقا. یه بار دیگه حرف بزنی گوش میدن رفتارم. باشه آقا ببخشید دیگه حرف نمیزنیم. امتحاناتتون رو ترسیع کردم مثل همیشه شاهکاری. امیر خان برگی که هیچی ننوشتی سفید و من پایین نوشتم موفق باشین. اومد نوشتی شما اگر میخواستید موفق شویم این همه سوالات سخت نمی آوردید. تو آدمک هم گفته چی خجالت نمیکشی؟ ببخشید آقا. نکبت تو اگه بخوای موفق باشی باید درس بخونی. سعید تو کادر نمره گفتم چیزی ننویسید. نوشتی باشه؟ نوشتی باشه؟ نوشتی تو کار باشه؟ مجتبی گفتم 2 دلیل از بین رفتن شیر ایرانی را بنویسید. نوشتی تاریخ مصرف بگذرد بیرون یخچال بگذاری. آقا اجازه شیر همینجوری فاسد میشه آقا. دلیل انقراض شیر حیوان رو باید می‌نوشتی نه شیر خوراکی. ها اینو نگاه. پرهام گفتم تنگه چیست؟ نوشتی یه روز تنگ گروه با آسمون میزنیم با تنکبون او او او. تو هم مثل همیشه که اصلا امتحانات شرکت نمی‌کنی. ما هر موقع میگیم امتحان داریم شما غیبت می‌کنی. ولی برات امروز یه سورپرایز دارم. سوال نوشتم با تخته امتحان جناب عالی امروزه. بفرمایید. سوالات ستون سمت چپ رو به جواب‌های درست ستون سمت راست وصل کن. باشه چشم. خوبه. برگه‌های امتحانی که بهتون امروز میدم رو حتما میدید اولیا امضا کنن. آقا تموم شد. باشه نگاه می‌کنید.